انا انزلناه فی لیلة مبارکه. در تفسیر اون آیه شنینه که لیله مبارکه فاطمه است که هر امر حکیمی در اون لیله مفروغه. انما سمیت فاطمه لأن الخلق فتموا عن معرفتها. کلمه خلق اوسع از کلمه ناسه. دامنه این کلمه جن و انس را که گرفته حد سخن میرسد تا من ملائکت اسکنتهم سماواتک و رفعتهم عن ارضک. اونها هم فتمو از این معرفت. پس چه خبره؟ و این زن کیه؟ و در او چه حقیقتی غیبه که این اندازه از دسترس عقول و افکار